علیکم بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیونی سیمای شهر پنجکن. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در جلسه نوبتی هفته‌وار که تحت رهبری رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده برگزار گردید، اساساً نتیجه های هفته گذشته تحلیل و جمع‌بندی گردیده برای هفته نو نقشه وظیفه ها معین شدند. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جلسه نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید. نخست گزارش سردار شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی ولایت سوخت در شهر پنجکند اوید به برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و تازه کردن سیل‌راه‌ها شنیده شد. پس از شنیدن حسابات سردار ریاست کشاورزی اوید به رفت اجرای کشتی بهاری، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده توجه مسئولان ساحه کشاورزی، ریاست اگنتی آمار، رئیسان جماعت‌های دهات و راهبران گروه‌های کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر را به درستی حسابات‌های آماری، تقسیمات و نگاهبین کرمی‌پیله، اجرای نقشه کشتی کارتوشکا، ثمرناک استفاده نمودن هر وجب زمین جلب نموده، جهت در مهلت معین گردیده اجرای سپارش‌ها و جنبست کشتی کارتوشکا دستور داده شد. در ادامه جلسه رفت اجرای نقشه دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی بررسی گردیده، دایر به این مسئله مسئولان دخلدار وظیفه‌دار شدند. در جلسه همچنین رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق دایر به مسائل زیرین: اجرای نقشه انداز در سطح بلند، تجلیل نمودن روز بین المللی اویلا و روز جوانان تاجیکستان، اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، نصب شعار و آویزه‌های انعکاس وطندوستی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، تازگی دو طرف راه مرکزی، به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در بین زنان، فکر و اندیشه و ایرادهای خود را بیان نموده از مسئولان دخلدار دعوت به عمل آورد تا جهت اجرای سپارش‌های جدی مناسبت نمایند و کمبودی و مشکلات جای داشته را برطرف سازند. جلسه نظارتی را رئیس شهر پنجکند جنبست نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت سری وقت اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شاحسین صالح و شهباز قربانов. در جماعت دهاتی رودکی ملاقات رئیس شهر پنجکن و معاون یکم رئیس ولایت سوخت با فعالان این جماعت برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و هدایت‌های رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده، ملاقات رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق و معاون یکم رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده با فعالان جماعت دهاتی رودکی برگزار گردید. در ملاقات اساساً دو مسئله رفت اجرای نقشه های دعوت بهاری و کشتی بهاری مورد بررسی و وظیفه گذاری ها قرار گرفت. پس از شنیدن حسابات اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت دهاتی رودکی اوید به حالت کشتی بهاری، آمادگی ها به سزاوار تجلیل نمودن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر پنجکند توجه مسئولان ساحه کشاورزی، خواجگی های دهقانی و فعالان را به اجرای نقشه دعوت بهاری، کشتی بهاری زراعت‌ها از جمله کارتوشکا، رعایت قطعی مقررات قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، پیشگیری گرایش جوانان به گروه‌های افراطی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، بنیاد انشاءات‌های جشنی جلب نموده، جهت اجرای سپارش‌ها و اصلاح کمبودی‌های جای داشته مسئولین را وظیفه‌دار نمود. در جلسه همچنین چند از اشتراکچیان با شکرگزاری از دولت صاحب استقلالمان جانبداریشان را وابسته به بنیاد انشاءات گوناگون بیان نمودند. گزارش صبرین اکرم و شاحسین صالح و خیام جرایف.
در جریان سفر کوری به شهر پنجکن معاون اولی رئیس ولایت سوخت سهیلی کریمزاده با همراهی رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خلیقزاده با فعالیت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق در شهر پنجکن و جماعت‌های دهات شناس کردید. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر پنجکن بهره آماده نمودن انشاءات آبرسانی به موسم نو آبیاری سال روان همه تدبیرهای ضروری را بر راه مانده است. چنین اطلاع دادند ضمن بازدید معاون اولی رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده که با دستور سپارش معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده به شهر پنجکن تشریف آورده با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خلیقزاده از رفت یک قطار کار دهقانان ساحل مستحکم کنی و تعمیر پایگاه‌های آبکشی در شهر شناس شد. معاون اولی رئیس ولایت سوخت سراول از پایگاهی آبکشی در شهر و دهات از آمادگی به موسم نو در پایگاه‌های آبرسانی نیلوفر 1 و 2 یوری و دشت قاضی دیدن نموده به مسئولین اداره آبیاری و بهداشت زمین، اساتسیاسیون استفاده برندگان آب پالیزی، جماعت دهات و خواجگی‌های دهقانی دستور داد که در همدستی برای در مهلت کوتاه انجام دادن کارهای تعمیری، آماده نمودن کانال‌های آبرسان به پایگاه‌ها چاره‌های عملی اندیشیده شود. از روی اطلاع دسترس بیش از 45% زمین‌های کشت شهر از طریق 19 پایگاه آبرسانی آبیاری می‌شوند و افزون نمودن محصولات کشاورزی به فعالیت منظم آنها وابسته است. در مدت کوتاه آب پالیزی در منطقه‌های کم آب دسترس و زمین‌های کشت با آب تامین باشند، گفته شد ضمن بازدید. پس از آن سهیلی قربانزاده با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خلیقزاده از رفت کشت شغلی و آمادگی به آن در خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خرمی دیدن نمود. ضمن بازدید به معاون اولی رئیس ولایت سوخت اطلاع دادند که امسال در زمین‌های خواجگی‌های دهقانی، خواجگی جنگل و صاحبکاران که زمین‌های نو شدند بیش از 300 هکتار شغلی کشت می‌کنند. این زمان قسم زیادی میدان‌ها کشت شده با موافق شدن حرارت هوا آن وسعت یافته ایستاده است. ضمناً از زمین‌های سرغذایی ساحلی دریای زرافشان کشاورزان سابقه‌دار خواجگی‌های دهقانی و شخصی جماعت دهاتی خرمی هر سال از نوع‌های دیوزیر، ریگر، سرزم، پنجرود و غیرها حاصل بلند می‌گیرند. سهیلی قربانزاده ضمن آشنایی با کار خواجگیداران ابراز نمود که امروزها آب و هوا برای کشت خیلی مساعد است و هر کدام آنها از این فرصت استفاده نموده کارهای کشت شغلی را تیزانند، زیرا هر ساعت هوای بهار غنیمت است. در ادامه سفر از منطقه‌های آسیب پذیر دریای زرافشان و رفت کارهای ساحل بندی در این منطقه‌ها سایه‌های سیلروی جماعت دهاتی اماندره و یوری بازدید به عمل آورده شد. گفته شد که با سپارش کمیته حدودی مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی شهر پنجکن اوید به حالت‌های فوق‌العاده برای تقویت کارهای ساحل بندی در منطقه‌های آسیب پذیر دریای زرافشان، امین داشتن زمین‌های کشت از آبخیزی، تازه کردن سایه‌های سیلرو کارها ادامه داشته من بعد نیز در این سمت چاره‌های عملی اندیشیده می شود. ضمن بازدید از این منطقه ها به مسئولین جهت ادامه کارهای ساحل بندی و تازه کردن سیلروها آگاه نمودن ساکنان دهات از خطرهای احتمالی آفت‌های طبیعی بر اثر بارشات دستور داده شد. یادرس می‌شویم که سنه 10 می اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به سروزیر مملکت، راهبران وزارت و اداره‌های داخلدار، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها دستور دادند که دایر به پیشگیری و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی به مثل باران‌های شدید، سیل و جاله، آبخیزی و سنگریزش در راه‌های کوهی چاره‌های ضروری عملی نموده مردم را از این خطرها آگاه نمایند. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. ادامه برنامه با مناسبت 79مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکن چوره‌بینی معرفتی و فرهنگی برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگر برنامه. توجه نمایید.
در تاریخ انسانیت سنه‌هایی هستند که با گذشت سالها اهمیت و بزرگی آنها باز هم بیشتر عیان می‌گردد. هر سال در کشوری عزیز و محبوب ما به خاطر یادبود آنهایی که بهر خلق و وطن در جنگ بزرگ وطنی جان فدا نمودند و برای قدردانی آنها که بهر به دست آوردن غلبه مردانوار جنگیدند، سنه 9 می همچون روز غلبه جشن گرفته می شود. و مناسبت 79مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 1 به نام ایوان پتروویچ رازین محفل علمی و ادبی تحت عنوان هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود گذرانیده شد. نخست خوانندگان با پای لوحه‌های خاطره شهیدان وطن گل‌های تر و تازه نهادند. هر یک خوانندگان تاثیرات خود را عید جنگ بزرگ وطنی بیان نمودند. Вновь наступила весна, и опять пришел май, а вместе с ним великий праздник Победы. Вновь сегодня здесь на всех собрала великая дата – 9 мая, День Победы. Именно 9 мая 1945 года весь мир узнал о подписании акта безоговорочной капитуляции Германии. Тогда впервые прозвучало для людей почти забытое слово «мир». Сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину со Дня Великой Победы. Да, прошло немало времени, но остались считанные свидетели этой страшной войны. Но почему? Почему не утихает боль в сердцах людей? Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И сегодня мы возвращаемся к народной памяти об этой войне, памяти обо всем пережитом в те страшные годы. Ведь время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел и выстрадал боль, потерь и ужас, и радость и надежд в ожидании победы. Нас тереться людской памяти. Помнить это страшное время и тех, кто завоевал эту победу, это значит бороться за мир. Когда войну забывают, говорили древние люди, начинается новое. Давайте вспомним тот год, тот день, тот час, когда пришла на нашу землю беда, которая унесла миллионы жизней людей. Давайте вспомним тех, кто принес нам мир и покой. از طرف خوانندگان سنچه حربی و تندرستی نمایش داده شد که خیلی جالب دقت بود. با سرودن سرود و با رقص‌های زیبا محفل علمی و ادبی خیلی خاطرمان بر جنگ بزرگ وطنی تا امروز در خاطره شهروندان نقش بسته است و شهروندان به نیکی از آنها و از قهرمانی آنها که بهر خلق و وطن کردند یاد میکنند. یاد نیکی مردان شجاع در خاطره های هر یک خرد و کلان تاجیکستان ابدی است. جانیساری های این دلیران نمونه وطندوستی و قدرت و مردانگی برای جوان مردان است. بگذار نسل آینده تاجیکستان با چنین حسی بزرگ وطندوستی و وطن پرستی و افتخار ملی نیروی خود را تنها برای آبادی وطن خویش صرف نماید. گزارش دلشاد حلیمова. کتاب تازه نشر گلپری شریفова با نام روزگاری عبرت بخش روی چاپ آمد. متوجه باشید به گزارش خبرنگاری ما مرتبه رحمان‌آور. چند قبل کتاب روزنامه‌نگاری شناخته مدیر شعبه علم و اینوواسیون دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند نامزدی علمی فیلولوژی گلپری شریفova تحت عنوان روزگاری عبرت‌آمیز از چاپ برآمد. کتاب به حیات و فعالیت کاری و ایجادی آموزگاری شناخته زیابای جلیلوف بخشیده شده است. با کتاب رکتوری دانشکده پروفسور معظم خان انصاری پیشگفتار نوشته است. کتاب از 6 باب عبارت بوده با عکس‌های زیبا آرا داده شده است. باب اول حالنامه و فعالیت ایجادی زیابای جلیلوف نام داشته درباره والدین او و اهل عائله‌اش مختصر اطلاع داده شده است. اینچنین در این باب فهرست کتاب و رساله‌های نوشته او آورده شده است. باب دو شراره خاطره ها نام داشته درباره فعالیت ترجمانی زیابای جلیلوف در کشور افغانستان حکایت می کند. در کتاب باز موجود تبریکات و خاطرات یارو دوستان، همکاران، همسبقان، همیراقان، استادان، شاگردان و فرزندان و نبیرگان آورده شده است. گلپری شریف و توانسته است که روزگاری عبرت‌آمیز زیابای جلیلوف را به دیگران چون نمونه عبرت نشان دهد. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شد و پیروز باشید.